دسته منتخب زنانه ازبکستان غالب مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران تا 19 ساله در گروه بی گردید. این مسابقه از 27 تا 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. منتخب ازبکستان 31 اکتبر در دور آخرین مسابقه گروهی بر تیم تایوان با حساب 1-0 غلبه کرد. توپ را مفتونه پنجیوا از جریمه 11 متری در دقیقه 26 دیدار به هدف رساند. به این ترتیب منتخب ازبکستان با 9 امتیاز در گروه بی مقام اول را کسب کرد و به قسم نهایی مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا 2017 میان دختران تا 19 ساله راه یافت. در بازی دیگری دور آخرین گروه بی که شب 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد، منتخب هنگ کنگ بر دسته میزبان تاجیکستان با حساب 1-0 غالب آمد. همین طریق منتخب تاجیکستان در هر سه بازی از دسته ازبکستان با حساب 0-3، از تیم تایوان با حساب 2-5 و از منتخب هنگ کنگ با حساب 0-1 شکست خورد و بدون امتیاز در مقام آخرین چهارم قرار گرفت. منتخب تایوان با 6 امتیاز جای دوم و تیم هنگ کنگ با 3 امتیاز جای سوم را اشغال کردند.